بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد. به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید. چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چی بناهای زیبایی میسازید. در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرهش میخراشد، پیشی برش میکند. گروه از زنان پیدا شدند که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند. آیا این چه حکم دارد؟ یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید، مثل بگیم سینتتیکای امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. کسی سوم میدهد در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزی. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر مادر دعا کرد. سلام علیکم حاجی میرزا اکی داملا. یک گروه از زنان پیدا شدند که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند. آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک رایان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است بالای مرده ها دا آمدن نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگویند که من 20 سامانی دا مرده تو را خوب میگذرانم. میآید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شیرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان است، پیغمبر توصیه کردن برای ما و شما این بدبختا چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگوید لکنوا موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی اضطراب میبینید، حالتی که الحال جان وی دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله لا اله الا الله گویید. فقط این در نزد مرده هاتان خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بهر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرایی که در دنیا زبانشان به کلمه لا اله الا الله آموخته میکنند، در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ الله 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 لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکنه که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همان در حالت جانکنی بر دهانت می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موتم همین چیکار میکند؟ به زبان شما می آید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتند، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدند که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون؟ آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب یحزن. چشم ها گفت آب می پرتایند، دل ها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم و اشار الی لسانه. پیغمبر خدا گفتند با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب میکند خدا شما را با این و اشار الی لسان. اشاره به سوی زبانشان کردند، گفتند اگر با این زبان شما چیزی بگویید، انا اینجا شما گناهگار میشوید. با گریه کردن شما گناهگار نمیشوید، با رحم خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند.
زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستاده. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبری بما نیح علی. مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه‌ای که شما در دنیا داشتید. همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم، ما دیگر چگونه زندگی کنیم، حالی ما چی میشود. وقتی اینها را شما به زبان میگویید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن. زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزان خدا گذشتند، من کی هستم؟ خدا را امرش از کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بالدعوى الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرهش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بالدعوى الجاهلیه، داد فریاد میزند مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستند، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستند. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهگار میشوید. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زن هاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت و علیها سربال من قطران و درع من جریب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیک امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که با مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذابی وزنی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ایستاده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زنی شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهگار هستند. کسی سم میدهد، در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزید. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر و مادر دعا کند. نوحه و شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر و مادر فرزند دلش میسوزد، او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کار کنی آمده است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چی بناهای زیبایی می سازید. حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ان یقعد علی القبر و یقصص ان یبنى علیه. پیغمبر خدا میگوید که من نهی میکنم، شما را باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین، بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ان یکتب علی القبر شیء. شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شینانید و یا آب دهید تا وقتی که وی سبز است. وی در حق مرده های شما، اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح میگوید.
این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن وقتی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادری من آمد، فردا من اینجا چیکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است. اسراف در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خدا، خواه ساعتی خدا، خواه بیلی خدا، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که بابای آدم محتاج است اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست، لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد و در اونجا پوسیده و ویران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است تا که وی در داخل همین قبر اسراف نشود و ویران نشود. بین در قبر حتی در لحد خشت پخته را ماندن مکروه است. میگوید برای به خشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید، میگد فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشود، نابود نشود. به نهایت خوب میشود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنید. صوفی حضرت مولوی جنی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فانتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحد گر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگوید مشو در مذهبی ظاهر پرستان، با باطن کوش بشنو پند مستان. ظاهر پرست نشو، فقط باطن میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این برادرهایی که بهر ما مکتوبها ارسال کردند و الحال جواب آنها را شنیدند